آب دهان روزه‌دار نزد الله از بوی مسک بهتر است. این حدیث در بخاری و مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند. این حدیث حدیث قدوسی می باشد که الله گفته است هر یک عمل آدم این برای خودش می باشد، مگرم که این روزه را اجر پاداشش را من می دهم، چون که این برای من می باشد. همه عمل ها نیز برای الله است، اما این روزه برای چی است؟ چون که کسی روزه دار بودن کسی رو نمی داند، برای همین فضیلتش نزد الله بهتر است. الله در اینجا یعنی این برای من گفته شده است. مثلا امروز یک شخص من روزه دارم میگوید، کسی نمیدوند که آیا او روزه دار است یا نیست، در خلوت میخورد چیزی را یا نمیخورد. برای همین الله گفته است که و اجر پاداش روزه رو من میدهم گفته است. و من این و صیام جنتون، صیام یعنی این یک سپری است مانع می شود از گناه کردن. وقتی که انسان روزه می دارد او بسیاری از عملها رو ترک می کند. و اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، وقتی که شما روزه دار هستید میگویم پیامبر، شما بدگویی نکنید و سخنهای فحش نگویید و ولا یسخب و سر و صدا نکنید. هر کسی فإن سابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم، اگر شما را یک شخص دشنام داد یا که بر شما میخواهد که جنگ بکند، شما بگویید که من روزه دار هستم. روزه فقط گرسنگی نیست، بلکه از غیبت و از بدی های تماشا کردن و دیگر باید انسان روزه دار باشد همه اعضایش. پیامبر گفتند که قسم به آن اللهی که جان من در دست او است، آب دهان روزه دار نزد الله از بوی مسکم بیشتر است. برای روزه گیرنده این دو خرسندی می باشد. خرسندی یکم این است که وقتی که او افطار می کند، وقتی که به سر افطار می آید میگوید که من همان روزه رو موفق شدم، الله ما رو موفق کرد، گفته خرسند می شود. هنگامی که از آن میگوید خرما رو به دهان میکند، میگوید که من خدا با شکر که روزه گرفته توانستم. این خرسندی است. این دو خرسندی، یکم خرسندی در وقت افطار که عبادتش رو تمام میکند، همان روزه فرضی رو تمام میکند. و اذا لقی ربه فرح بصومه، وقتی که در روز قیامت به الله روبرو میشود و با این اجر و پاداش وقتی که از جانب الله میگیرد، او با این روزی داشتگیش خرسند می شود. اینما کنا اینما